السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما زیارتچیان سرزمین گروه زیتون 50 نفر با سروری راهبر گروه امین جان غایب نظرف 26 اکتبر از ایستگاه هواپیمای شهر نمنگان با شهر جیده عربستان سعودی برای اجرای عمل عمره راه گرفتیم. سپس به شهر مدینه منوره آمده دو شبانه روز تمام زیارتگاه شهر را زیارت کردیم. نگفته نمانم که یکی از کارمند این گروه حبیب الله میلیف که دارای علمهای دینی هم دنیاوی درجه بلند داشتند، در هر یک زیارتگاه تعریف و پیدایش آنها را پخته و روان معنی داد کردند. اینچنین روضه پیغمبرمان محمد صلی الله و سلم، مسجد قبا، مسجد قبلتا، نشریات کتاب قرآن، کوه احد، سیر باغ خرما و غیرها. خدمت رسانی خادمان مهمانخانه برای تنول، خانه های شینم، اتوبوس های اکسپرس، ساکنی مدینه ما زیارتچیان را خیلی ممنون کرد. بعد زیارت شهر مدینه لباس های احرامی را پوشیده سوی شهر مکه مکرمه راه گرفتیم. در مهمانخانه کنری این ما زیارتچیان را با تنتنه تحفه ها سروران کمپانی زیتون پیش باز گرفتند. شهر مکه هم با عالم رنگارنگ زیبای خود دقت ما را جلب کرد. در دوام 12 روز تمام شهر را زیارت کردیم. هر روز بهر طواف کعبه، سعی صفای مروه، عبادت ها در مسجد سلمان الراجعون، کوه های صبر، عرفات، نور یعنی خارق را، تمام مزدلفه ها، بحر سرخ، دیدن جای های به دقت سزاوار شهر. خلاص زیارت ما که ادامه دارد، ما خیلی شادیم و باز نصیب ما گرداند با گروه زیتون سرخ با زیارت آیم. من از نام خودم و تمام حاجیان سرخ زمین با سروری گروه و کارمند کمپانی یعنی استاد امین جان غایب نظرف، حبیب الله میلیف، آشپزانی که 3 محل در 2 نمود طعام‌های ملی، میوه‌های گوناگون از سبزوات‌های تر تازه، سلط‌ها، نوشاکی‌ها، شربت‌ها پیشکش ما می‌کنند. منتداری خیش را بیان می‌کنم. assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hamdiyron aziz, mana inak hojiyoni guruhi Suq Zaytun با امر الله بزرگ راه سوی وطن نزد فرزندان روانند و ما از شهر مکه و شهر جده آمده آن حالا از قیدها گذشتیم و در زل انتظاری نشستیم. بعد از نیم ساعت انشاءالله به سمالوتات سوار شده راه سوی وطن میگیریم. همه حاجیان ما دو دست در دعایند در حق شما تا که آسمان سوخمان تنج و مصفا باشد، خلقمان آسوده زندگی کنند، سرور دولتمان غمخوار خلق و باز برای ما شرایط هایی که کردند همیشه تن صحت باشند. من حاجیان ما با یک کیفیت چاق نشستند. حاجیگه چطور کیفیت ها؟ کیفیت ها اعلا، این باید نفس تأثیرهای زیارت نقل میکردید هم دیارم با در حقیقت به نهایت زیارت پرمضمون، زیارت نفس شده گذشت. اولا بار این بحث سبب بار اساسا همون فیرما تله کننده خطا نکرده بدیم. سوق زیتون این همین خیلی یک فیرم ناز بدست که و نه حتی که هر یک همون
مدینه‌اندم مکه‌اندم یگان جایهای تاریخی نمون همه جای زیارت کرده برآمدم دیگر شرایطش هم گپ نمی‌مانه نسبت دیگر جایها دیگر فیرماها نسبتا من جای نشستم هم بی نهایت من نزدیک کعبه الله من پیاده روادم میشیدگی حالتنده شرایط ها گرمی رحمت ما بی نهایت من ندارم من بعد باز هم اگر پروردگار نصیب گرداند یگانه تنها ما سوخ زیتون salomat bo'lishing. Kayfiyat شما چطور حاج aka? رحمت نه Mamon shid? ما نداریم همش Mamon shidi? Xurdi xuroqqa naqz berdi, ha? رحمت خدا خودم جای خوب همه Rahmat. Xo'jayin fikratun nami? مویم کرده حجکم و بدل باز خریدن به من هر سال هم دین اومده حاجانه حاجت بشه Alloh akbar, ya rahmat. Aya, dasturdan naqzmi? Muallima. Kadidan beraka. من همچنین یک زیارتچی این فیرمه زیتون دا یکی از فیرمه های بهترین سوخ زمین حساب بدم چون که تمام شرایط های برای زیارت برای سیاحت همش مهیا این بهترین فیرمه زیتون سوخ یگانه کتا فکر میکنم و همه دیگه خلق ها می اومده زیارتچه ها ما توصیه میکنم این فیلمه که به ملال از صدق دل حج کرده میبرفتیم برابر این با شرط شرایط آفریده مهیا کردگی پریزیدنت هم من با رحمت میگم که همه برای حج رفیق شده من امکانیت ها. امکانیت دادیم ما به ملال رفته حج کرده و مسیح باور دارم که امید میکنم که این حاجگی من حاجگی حساب نمیکنم من وقتی که رفته حاجگی من در قشلاق وقتی که به عملهای او اطاعت میکنم اما وقت قدم رو حاجی حساب میکنم بسیار تشکر سربلند باشید استاد همیشه سربلند سلامت باشید با همه شما روی سفیر می‌طلبیم پروردگار همه شما را با روح سرخی با دل پر خاطر جمع نزد اهل بیت برد و هر یک عمل و عبادت هایتان را قبول درگاهش کرده باشد آمین و رب العالمین امنا حاجی های ده روان چطور کیفیت تو قدرت حاجی کیفیت چطور چطور گذشت زیارت و عبادت ها چطور گذشت معمول بود حاجی کلان سلامت باشتون حاجی تاثیرات یک بیاده که من انشاءالله بعد نیم ساعت پرواز میکنم همه خرسان اله امید شکرانه نعمت دولت زیاده میبودن جان صبح میگید من از صبح اوورشان شما هم رحمت صبح بسلطان شما هم رحمت کلان اله هم دولت زیادتیت مشکلات آسان شهر و جای کولتیت همه دویم خرسند رحمت شما رحمت سلامت باشید میرنگیز حاجی چطور کیفیت عبادت ها نقشید می همزون بازم توصیه میکنید اومدن ها سلامت شید انشالله خدا خواهد حاجی که کیفیت چطور Assalomu alaykum. حاجی qalay kayfiyat mana inshaalloh yarim soatdan keyin vatan tomon uchamiz bir og'iz ayting endi mana 14 kun birga yurdik ibodatlar qanaqa bo'ldi Ibodatlar juda zo'r. Hamma nimalarni qildik, ibodatlarni, nimalarni, umra amallarni, sayohatlarga olib chiqdi. Ibodatdan ajramagan holatda sayohatlarga olib chiqdi. Juda zo'r. Rahmat. kamchilik bo'ldimi Kamchilik yo'q. salonni oq yo'llarga tilaymiz
Assalomu alaykum hoji. Va alaykum assalom. Kayfiyat tushdi. Rahmat. Mana imroz mo suy vatan ravoni ham mana 14 ro'z yak oila ishida tamomiy amal ibodatlarni yak joy bajo vardیم mukammal bajo vardیم. یعنی درباره تاثیرات‌های 14 روزه خود دیدن می‌افتید نور بالای نور میشد. این تاثیرات ها گفتم بعد زمان معجزه میکند چون که به نهایت تاثیرات ها بسیار خاطرمان رسان از حد زیاد هم به درجه بلند بیم هم خطا نمیشد. برای همین خادمان فیرمه زیتون و رحمت بیم از نام همه همین حاجه های همین گروه همان میارزد چون که ما او مختیم با کلام گروه همراه آمدنه لیکن ما خطا نکردیم آمده خرسان شدیم نه فقط من همه اهل گروه پسند از خادمان همین فیرما چون که به درجه بلند شرایط مهیا به نهایت میهمانخانه ها به درجه بلند هر روز هم با عبادت ها وقت جدا داشته که با سیاحت ها هم به نهایت بسیار هر روز قریب که هم سیاحت هم عبادت به درجه بلند بجا آوردیم به نهایت من پسندم رحمت به خودمان همین گروه زیتون و شما هم کار میدونم باید نظر خود و حبیب الله رحمت به نهایت اینا هم خدمت های کلام قشنگ فیرما من ندارم هر شما التماس میکردم که همه با همین گروه اومدنش یاد خسن میشد کسی که همین فیرما کتی یاد اگری خطا نخواهد کرد. سلام شهید. نعمتم هو مثل نعمتم Hayır boyum dedi orada. Cumay var. Cumay boda. Cumay boda. Orası. sayfi vakti sayfiye. Sayfiyev ki. sayfi Yok. Sayfiyev Melovic. Ne bu? o Juray var. Onlar onu bitirdi. Hasan Boyev. Var. Oltay var. Bitirdi. Mumenev bitti. Dönüş var. Vay şu şeyde o. Domuroy bekler. Bitti. O numu ne yapıyor? Ne sıkıntı yapıyor o. Ne? Buraya bizi otale. همین دنیا باشه وجود مهتاب Hey.